خوش اومدید به کانال رابطه آلفا. امروز اولین قدم رو برای بهبود رابطمون برمی‌داریم. دوستان عزیز، هدف ما در کانال رابطه آلفا اینه که بهتون کمک کنیم تا روابط سالم و موثری بسازید. اینجا قراره با هم درباره مهارت‌های ارتباطی، اصول جذابیت و بهبود روابط صحبت کنیم. یه چند تا مثال میزنم براتون تا درک بهتری داشته باشید. به طور مثال، اگه دوست دخترت ازت دلخور بود، چی باید بهش بگی که از دلش در بیاد و اصلا یادش بره ازت دلخور بوده؟ اگه یه دختری با لحن اشوه و ناز باهات حرف زد، چجوری باید باهاش صحبت کنی؟ اگه یه جا سوالی از دختری پرسیدی و در جواب گفت به تو چه، فضولی، به تو ربطی نداره، چی باید بهش بگی که تا آخر عمر جواب تو ذهنش بمونه و بگه ای کاش این حرفو نزده بودم؟ پاسخ همه اینها و هزاران سوال دیگر رو تو این چنل یاد میگیریم و به راحتی استاد مهارت‌های کلامی میشیم. وقتی اوایل آشنایی مدام قربون صدقه دختر مورد علاقت میری، وقتی اوایل آشنایی احساساتی میشی و بهش میگی تو فقط مال منی، وقتی اوایل آشنایی همه فکرت مسائل جنسیه و یکم که باهاش صحبت کنی بحث رو میبری سمت حرفای مثبت 18، این رفتارها باعث میشه وایب یک شخصیت حول و تشنه رابطه بهش منتقل کنی که خیلی زود باعث میشه ازت سرد بشه و کلاً کات کنه. اگه دختری اوایل آشنایی خواست با تو راجع به کثافتکاری‌های خودش صحبت کنه یا باهات زرد و دل کنه، هرگز اجازه نده این کارو بکنه، چون اگه اجازه بدی بدون شک تو رو توی فرند زون خودش میندازه. در ارتباط با خانم‌ها هر جمله و هر رفتاری که این حس رو به اون منتقل کنه که از شما بالاتره و شما از اون پایین ترید، به شدت اشتباهه. اگه این وایب رو مخصوصا توی اوایل رابطه به دختر منتقل کنی، باید فاتحه اون رابطه رو بخونی. یکی از اشتباهات آقایون اینه که توی اوایل آشنایی زیاد توی فضای چت میمونن و رابطه رو فقط توی فضای مجازی نگه میدارن و به دیدار واقعی نمیرسونن. در واقع جملاتی که توی اوایل آشنایی به کار میبری و رفتاری که توی دوران جذب از خودت نشون میدی تأثیر زیادی روی تصمیم دختر مورد علاقت داره و مشخص میکنه که آیا باهات وارد رابطه بشه یا نه. برای مثال، وقتی توی دوران جذب به دختر بگی عزیزم چقدر تو خوشگلی، کاش زودتر با هم آشنا میشدیم، از دید اون دختر به یک شخصیت حول و تشنه رابطه تبدیل میشی که به همه دخترها همینو میگی. اگه با دختر زیبای ارتباط رو شروع کردی، توی اوایل رابطه به هیچ عنوان این حس رو بهش منتقل نکن که محو زیبایی اون شدی. همین اشتباه کوچیک باعث میشه دختر دیگه شما رو یه مرد خاص نبینه. کسی به خانم‌ها آموزش رابطه نمیده. یه خانم از شما یاد میگیره توی رابطه چطور باید رفتار کنه. بنابراین اگه جای اوایل رابطه از دست در بره و عادت اشتباهی رو توی ذهنش ایجاد کنی یا نقطه ضعفی بهش نشون بدی، تا آخر رابطه اگه این رفتار رو اصلاح نکنی ادامه پیدا میکنه. و در کلام آخر، هر گونه گفتگوی جنسی یا فرستادن عکس‌های نیمه برهنه از طرف دختر در اوایل رابطه بدون لحظه‌ای تردید تست هوس‌سنج به حساب میاد. خب دوستان عزیز، امیدوارم این نکات به دردتون خورده باشه و بتونید توی روابطتون به کار ببرید. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و اگه هنوز عضو کانالم نشدید روی دکمه سابسکرایب بزنید. نظرات و سوالاتتون رو برام بنویسید. دوست دارم بشنوم که شما چه تجربه هایی داشتید. تا ویدیوهای بعدی موفق و شاد باشید. بدرود.